سلام، من هلیام. اگر امروز داری این ویدیو رو از یوتیوب نگاه میکنی پس حتما لایک کن. ما امروز اومدیم تا اون خلاقیت هایی که تو ذهنت هست رو به تصویر در بیاریمش. حالا میگی چطوری؟ ما مثلا یه چیزی که در ذهنمون هست، مثلا یه دایناسور که تصویرش رو ندیدیم، حالا یا هر چی، میتونیم با استفاده از برنامه چت جی پی تی و برنامه زیگپ که اینا هاشن میتونیم درستش کنیم. حالا میگید چطوری؟ پرامپت رو که تو جلسه پیش یا پارت پیش بهتون یاد دادم رو میریم یه پرامپت از چت جی پی تی میخوایم و اون پرامپت رو که داستان شده، اون پرامپت رو ما بهش میدیم و یه داستان بهمون میده. حالا ما میگیم بهش شخصیت مثلا دایناسور رو، اون شخصیتش رو به ما یا انگلیسی یا فارسی بده. انگلیسی دیگه چیزای جذابتری برامون میسازه، یا مثلا فارسی هم میشه ولی انگلیسیش جذابتر. بعد میایم و اون رو کپی میکنیم، اون پرامپتر شخصیت دایناسور رو، و به زیگپ میگیم تصویر این دایناسور که پرامپتش اون زیره مثلا برامون بساز، و اون تصویر رو توی چند ثانیه به همون میده. و خیلی جذابه که ما اون خلاقیتی که تو ذهنمون داریم رو به تصویر در میاریم. و تکنولوژی تا این حد پیشرفت کرده که تو میتونی اون چیزهایی که تو ذهنت هست رو به واقعیت تبدیل کنی یا به تصویر تبدیل کنی. ببخشید زبونم پیچید. تبدیل کنی. بعد خیلی از امکانات داره زیگپ، حالا اینجا براتون میذارم اینهاشش. بعد زیگپ یه برنامه خیلی خوبی هستش که میتونیم بعضی از کارامون رو باهاش انجام بدیم. خدافظ تا پارت بعدی. لایک کن.